اشتباهی که باعث میشه از هنرت به درآمد نرسی ساختن آثار هنری بازاریه. میخوام بهت یاد بدم یه کار خاص درست بکنی که رو هوا ببرنش. اول میری بازارگاه 2 تا شیشه میخری تو 2 تا سایز متفاوت که تو هم جا بشه. بعدش هم میری خرازی یکم پارافین ژله‌ای میگیری میذوبش میکنی تو هم موقع که داره آب میشه توی ظرفا که کنار هم چسبوندیشون شن و ماسه و صدف و گوشفیل و هر چیزی که دوست داشتی به سلیقه خودت بریز. پارافینت که ذوب شد تا نصفه های شیشه از پارافین ژله بیرنگت بریز. بعد از اینکه خودش رو گرفت دوباره پارافینت رنگ آبی اضافه میکنی و میریزی روی شیشه تو کاملا پر میکنی. اینطوری میتونی یه شمع خاص درست بکنی که هیچ کسی ندیده و بتونی با قیمت بالاتر بفروشی به جای اینکه شمعای معمولی درست بکنی دنبال قالبای گرون باشی. کل هزینه‌ای که من واسه این شمع کردم زیر 60000 تومان درآمد و میتونم راحت بالای 400000 تومان بفروشم. شمع سازی کنار سنگ مصنوعی خیلی بی‌نظیر میشه. میتونی با هم ترکیبش بکنی و سازات رو جذاب‌تر و گرون‌ترش بکنی. اگه از این آموزش خوشت اومد هزینه‌اش